ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 21. маздак. пешвои мардумдӯсти эрони бостон. хушбахтона ба шарофати дигаргуниҳои маънавию маданӣ таваҷҷӯҳи мардум ва бахусус ҷавонони равшандил нисбат ба даврони бостон, нисбат ба ононе ки дар сарчашмаи зиндагии насли кунунии халқи тоҷик қарор доштанд, нисбат ба ононе ки годҳо ва ба таври умум авасторо ба вуҷуд оварданд, бештар гардид ва дар даврони соҳибистиқлолии давлатӣ мероси қадимаи аз ниёгон ба ёдгор мондаи мо дар фарҳанги худогоҳии миллии мо мақоми сазовори худро касб намуд. در هر صورت مؤلفان و مورخان با وجود آنکه یگان دلیل و حجتی نیست، با یک آواز تصدیق می کنند که قباد قانون‌های در بابت عمومی کردن زنان برآورد و از این رو پیرامون آنها چیزی گفتن مشکل است. مناسبت قانون‌های جدید اگر موجود باشد با نکاح چگونه بوده است همچنین معلوم نیست، ولی دقیقاً معلوم است که پادشاه نکاح را بیکار نکرده بود. با عقیده ارتور کریستنسن شاید او قباد با وضع قوانین جدید یک نوع ازدواج آزادتری برقرار کرده باشد. در هیچ یک از منبع‌های عصر قباد درباره اصلاحات در امور مالکیت یا قانون‌های در باب عمومی و مشترک بودن اموال سخن به میان نآمده است. فقط در خدای نامک به آن اشاره نامشخص شده است. این نشان می دهد که اگر اصلاحات هم در این زمینه صورت گرفته باشد چندان عمیق نبوده است و آن در زندگی اجتماعی تأثیری مهم نداشته است. محقق آلمانی کلیمه چنین می پندارد که اگر در این باره قانون‌های هم برآورده شده باشد عبارت از انداز و مالیات‌های فوق‌العاده بر ثروتمندان و توانگران برای بهبود وضع فقرای و تهیدستان بوده است. حادثه هایی که در بالا ذکر شدند در طول سالهای 90 عصر 5 رخ دادند. اشراف بزرگ ساسانی و علمای زردشتی از اتحاد قباد و زردشت و خصوص از تغییرات کلی در حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت و تشویش افتاده سال 496 یا 497 قباد را از تخت شاهی ایران برکنار کردند. به تخت پادشاهی برادری وی جاماسب جلوس کرد. قباد از زندان به کمک خواهر و زن خود فرار کرده به نزد پادشاه افتریدها در آسیای میانه پناه برد. در سال 498 یا 499 وی با کمک سپاه افتریدها به تیسفون بازگشته تخت شاهی را دوباره به دست آورد. اگر اکثری مورخان تا برکنار شدن از تخت پادشاهی جد و جهد، سرسپردگی و صداقت قباد را به تعلیمات مزدک ذکر کرده باشند، پس از بازگشت دوباره کم اهمیتی و بی توجهی او را به این حرکت خاطر نشان ساختند. چون خودی پادشاه پیروی تعلیمات مزدک شده بود،
مقداری فراوانی اشراف نیز از او پیروی کرده بودند. با وجود آنکه قباد پس از بازگشت نسبت به این حرکت بی تفاوت گردید، ایدئولوژی مزدکی تمام زینه‌های حیاتی اجتماعی را فرا گرفته طرفداران آن در سراسر مملکت اصلاحات می‌گذراندند. تعلیمات مزدکی در آغاز جنبه دینی داشته، بنیادگذار آن را در حقیقت میتوان شخصی نامید که طرفداری صادق و سرسپرده اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی در زندگی توده‌های وسیع مردم بود. تعلیمات مزدک در مرحله اول صمیمی و خالی از غرض، اینچنین طالب بهبودی احوال زندگی طبقه زحمتکش بوده است. با ifade کریستنسن، افکار کمونیستی این فرقه در عامه رفته رفته رسوخ پیدا کرد و در آغاز با آهستگی و پس از چند با سرعت انتشار پیدا کرد. سپس مبلغین و سردسته های قیام کردند که نه ایمان داشتند و نه خدا ترس بودند و نه مثل مزدک بی‌غرض و اصلاحات طلب حساب می شدند. چون مزدک ظاهراً برنامه مشخصی اصلاحات نداشت و جانبدارانش تعلیمات وی را مطابق فهمیش و منفیت خود درک می کردند، اصلاحات اجتماعی و عدالت و برابری از روی فهمیش و دانش و با میل و خواهش آنها گذرانیده می شد. مورخان عرب دامنه خرابی کشور را که بعداً خسرو انوشیروان به اصلاح آن دست زد خیلی وسیع توصیف کردند. قباد در سال 519 خسرو پسر سیوم خود را ولی عهد تخت شاهی اعلام کرده آهسته آهسته راه قرابت با علمای دین زردشتی را پیش گرفت. در آخر سال 528 یا اول 529 خسرو تمام سرداران و فعالان جنبش وسیع اجتماعی مزدکیه را از سراسر مملکت جمع آورده همه اشان را سر برید. به عباره دیگر تعلیمات مزدک و تطبیق عملی آن زمانی طولانی از میانه‌های سالهای 92 عصر 5 تا سال 529 ادامه پیدا کرده در تاریخ و زندگی مردم امپریای ساسانی و مردم جهان آثار و خاطره‌های فراوان باقی گذاشت. نفوذ این حرکت با حمله عرب‌ها بیشتر گردیده زمینه مبارزه های آزادی خواهانه مردم آریایی و سرچشمه در دین اسلام پدیدار گردیدن دهها فرقه های اپوزیسیونی شد. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. خسرو دو پرویز بعد فتح اسکندریه و مصر و کنارهای بحر سرخ به تیسفون بازگشته با شکوه و جلال در تخت شاهنشاهی می آسود که به حضور او آمدن سفیری را از شهر یثرب
مدینه ملک عرب خبر دادند. خسرو هرچند از کدام ملک عرب و از جانب کی آمدنی سفیر را درست پی نبرده باشد هم از روی عادتی دربار روزی دیگر به پذیرفتن او رضایت داد. سفیری رسیده در ساعت قبول بیرون از قصر شاهنشاه اشترش را بست و با پیراهنی نیمداشتی پشمینه، ریشی انبوه و موی سری رسیده و پای نیم عریان به تالار پذیرایی شاهنشاه وارد گشت. صورت ظاهری و سر و لباس فقیرانه او به یگان سفیر تا این دم آمده شباهت نداشت و بی خبر بودن او را از رسمیت سفارت و پذیرایی عیان می کرد. سفیر گویا از فرش‌های گسترده‌ای منقش و رنگارنگی دستی بافت حذر می کرده باشد از گوشه تالار بروی زمین نشست و نامه ای را از بغل بیرون کرد. شاهنشاه با حسی شبهه ولی صبر و تحمل سراپای این سفیر را از نظر گذراند و بعد دبیرپت امر داد که نامه را بگیرد و از کجا رسیدنی سفیر را بپرسد. مردی جلهندی پوش با کمال غرور و خودپسندی خبر داد که او را رسول خدا وکیل کرده به نزد خسرو پرویز فرستاده است تا پادشاه عجم از دینی سابقه زردشتی دست کشیده به دینی اسلام بیگرود. خسرو پرویز خشم و غضبش را فرو برده نام رسول خدای را پرسید. پاسخ آمد که رسول خدا محمد نام داشته دین اسلام را در عربستان جاری کرده است. به قول طبری این نامه بعد محاربه لشکری نچندان افزونی عرب و عجم در سری چاهی زقار و از غایت تشنگی رو به فرار آوردن سپاه ساسانیان فرستاده شده بود. نامه به زبان عربی ثبت شده مضمونی ذیل داشت. به نام خدای بخشاینده مهربان، از نام محمد پیغمبر خدا به پرویز پسری هرمز. اما بعد به درستی که من به تو خدا را سپاس و ستایش می کنم. نیست معبود بجوز او زنده و پاینده. آن که مرا براستی به سوی قومی که بر آنها سقا است و خیردشان ربوده شده است مژده دهنده و بیم کننده فرستاده است. و هر کس را که خدا ره نماید هیچ گمراه کننده برای او نیست و هر کس را که خدا گمراه کند پس هیچ راهنمای برای او نیست. به درستی که خدا به بندگان بیناست، مانند او چیزی نیست و او شنوایی بیناست. اسلام آور سالم بیمانی یا به جنگ از جانب خدا و پیغمبر او آماده باش، آن را کسی عاجز نکند. کسری چون این نامه بدید خشم آمدش، گفت
این کیست که نامی خیش پیش از نامی من نبشته است؟ و بفرمود تا آن نامه را بدریدند و رسول را خوار داشتند. پیغامبر صلوات الله علیه چون این خبر بشنید گفت: ملک خیشتن درید. طبری می نگارد که بعد این قضیه کاری پیامبری اسلام در سرزمین عرب رو به بیهی آورده پیروانش روز تا روز می افزودند. ولی از قضا خسروی پرویز از جانب قیصری روم دچاری شکست و بی‌براری ها گشته در پایان عمرش به یأس و نومیدی گرفتار می گردد. چون آوازه و پیروزی های پیامبری اسلام به شهر تیسفون می رسید، بعد چند خسروی پرویز 2 نفر را از مهتران عجم به نزد محمد فرستاد تا نخست به مدینه رفته او را به حضور شاهنشاه خوانند. به سفیران دستور داد که اگر بیاید با او بازگردید و اگر نیاید از او بگذرید و به یمن شوید و این نامه به بازان ملیک یمن دهید تا کس فرستد و او را ببندند و به نزد من آورند. این حدیث در پایان عمر کسری بود. وقتی که سفیران به نزد محمد آمدند و پیغام خسروی پرویز را رساندند، ایشان را به خوشی پذیرفته پاسخی رضایت یا رد نداد. آنها را در خانه سلمان پارسی فرود آورد و رزق هر روزه ایشان را از پسته و خرما تهیه کرد. هرگاه سفیران به حضور پیامبر می رفتند، آنها را وعده نیکو می داد و صبر کردن می فرمود. چون 6 ماه از میان گذشت، سفیران صبر و قرار باخته همراه سلمان پارسی به نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما را صبر نماند، یا با ما بیایی یا ما را دستور ده تا برویم. سلمان پارسی پاسخی پیامبر را به آنها ترجمه کرد: خدای من خدایگانی شما را بکشت و شیرویه پسرش را بر وی مسلط کرد تا بکشتش دوش به شب. سفیران از این پاسخ حیران شده از مدینه به سوی یمن آمدند تا نامه خسرو را به ملیک آن رسانند. از قضا هنگامی به یمن آمدن آنها نامه شیرویه نیز رسیده بود که از قضیه پرویز بیمرد و من به ملک بینشستم خبر میداد. تا کدام اندازه واقعیت داشتن این قصه را به تاریخ نگاران واگذاشته، در اطراف یک جزئیات عجیبی آن سلمان پارسی می ایستیم که در حضور پیامبر اسلام مرتبه مناسب داشته سخنی کسانی از قلمرو ایران آمده را به زبان عربی ترجمه می کرد. سرنوشت سلمان پارسی یکی از هنگامه‌های شگفت‌انگیز تاریخ عهد ساسانیان و ظهور اسلام بوده، نظر به بسیار دلیل‌های خرد و بزرگ از فرارسی بحران عمیق اجتماعی و سیاسی و عامل‌های فروپاشی امپریای پهناوری خسروی پرویز و وارثان او شهادت می‌دهد. اسلام به قلمرو عراق ساسانیان که در زیر نفوذ آیین‌های زردشتی
مسیحی و یهودی قرار داشت. اصلا در ابتدا بدون جنگ و خونریزی ها، چون عقیده تازه معنوی و تعلیمات یکتا پرستی همگانی و بشردوستانه راه گشاده بود. تعلیمات اسلام سرشار غایه‌های برابری، برادری، عدالت اجتماعی بوده، از میان بردن تفریقه نژادی، امتیازهای طبقوی، منسوبیت ملی و محلی و همه گونه نابرابری های جامعه را پیش می گذاشت و طبیعی است که در اطراف پیامبر سلمان پارسی بر این سالم فکران و خردمندان عدالت پرور را گرد می آورد. سلمان پارسی از تبار اشرافان ایرانی بوده. نام اصلی او را روزبه پوری مرزبان می شمارند و از خردی با آموزش علم رغبت پیدا کرده، با هدایت روحانیان و اهل خرد جمله نازکی های آیین زردشتی را از بر می نماید. تنزل نظام دولتداری ساسانیان خواه و ناخواه باعث تنزل غایه های معنوی و کاهش نفوذ دینی زردشتی گردیده. روزبه بر این جوانان آزاد فکر و جوینده را قناعتمند کرده نمی توانست. او شاید از تعلیمات آیین زردشتی و جوهر غایوی و اجتماعی آن قناعتمند نگشته، رو به دین نصرانی می آورد و در عراق با علما و کاهنان آیین مسیحی واخورده چندین سال عمرش را در جستجوی حقیقت و عدالت صرف می کند. ولی آن هدفهای نجیبانه و ادعایی که داشت در دین نصرانی نیز پیدا نکرد و آوازه دین تازه اسلام و رسالت پیامبری آن روزبه را سوی خود کشید. با تقاضای سرنوشت او چون غلامی به یثرب مدینه آمد و با مدد حضرت محمد از قید غلامی رها یافت. به قول طبری او به دست جهود غلام بوده وظیفه کاتبی را ادا می کرد. پیامبر بهای او را داد و از غلامی آزاد کرد. روزبه به دست رسول اکرم مسلمان شد و از غایت خرد و فضیلت به جمله 10 تن از بهترین صحابگان محمد شامل گشت و با نام سلمان پارسی شهرت یافت. و جای تعجب و نگرانی هم نیست که پیامبر سفیران فرستاده خسرو دوی پرویز را در خانه یکی از صحابه های خود سلمان پارسی جای داده میخواست آنها را به دست یک نفر ایرانی هم قوم و هم زبانشان به دین اسلام تشویق نماید. و این مرد فدایی راه حقیقت و عدالت که از غلامی یهودیان مدینه رهیده رو به اسلام آورده بود، در زمان خلافت عمر پس از فتح شهر تیسفون والی این شهر شد. ولی چی تفاوتی عظیمی در بین دستگاه فقیرانه و درویشانه او و درباری با کر و فری یزدگرد ساسانی وجود داشت. سلمان عطا یا حقوقی به او بخشیده شده را به سبب فروتنی که داشت نپذیرفت. او سبد بافی می کرد، سبدها را می فروخت و با بهای آن می زیست، یعنی به عقیده برابری و بعد برادری خود استوار ماند. از قضای تقدیر زمام صدارت پایتخت خسروی پرویز که به قول طبری در قصرش 12,000 کنیزک و رامشگر، 50,000 اسب و استر خاصه، 12,000 اشتری سپید و گنج و زر و ثروتی بی حساب داشت، به دست مردی پارسا و ریاضتکش
از صحابه های پیامبر اسلام افتاد که شاهنشاه ساسانی حتی به سفیر و نامه فرستاده او با چشم اعتماد ننگریسته بود. و هنگامه شگفت‌آور تاریخ باز در آن است که محض سلمان پارسی رسولان فرستاده خسرو پرویز را پذیرفته به خانه‌اش جای داد، سخنان آنها را به حضرت محمد از پارسی ترجمه کرد، آنها را از دیر کشیدن پاسخ پیامبر تا 6 ماه در منزلش نگاه داشت. سلمان پارسی با همه زیرکی و ذکاوت شاید آن ساعتها به گوشه خیالش هم نمی آورد که روز مسندی والی شهری تیسفون برایش نصیب می گردد و او در صف لشکری کشور کشای عربها قلمروی پهناوری ساسانیان عراق و ایران را فتح می کند. سلمان پارسی این را می خواست یا نه، برسه تاریخ چون یکی از نفرانی وارد شد که با هدایت و رهنمایی خیش سلطنتی بیش از 400 ساله دولت ساسانیان را خللدار نموده، بجای آیین سابقه زردشتی و تمدن کهن آریایی به قلمرو کشورش دین اسلام و فرهنگ نوی اسلامی را انتقال داد. سلمان پارسی در شمار عالمان و خردمندان امثال کعبه یهودی، زهیب مسیحی، زید ابن ثابت است که نخستین آیه های آسمانی قرآن مجید و تعلیمات اسلام را از رسالت شفاهی برشته خط و کتاب آوردند. زید ابن ثابت که در یثرب آیین نصرانی داشت، در سن 11 سالگی به اسلام ایمان آورده، با هدایت پیامبر زبان و صرف و نحو عربی را آموخت و دیرتر همچون منشی او انشای نامه ها و کارگزاری رسمی دیوان را پیش گرفت. دیرتر و در زمان خلافت ابوبکر پاره های قرآن را جمع آوری کرده کتابت نمود تا اختلافی در اطراف آنها برخاسته را از بین ببرند. این ابرمردان هر کدام هرچند در ابتدا از آیین‌های مختلف زردشتی، یهودی و مسیحی پیروی می کردند، در آخر به اسلام ایمان آورده در اطراف پیامبری مسلمانان متحد شدند و برای گسترش اسلام مساعدت نمودند. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. شما گفتار 21 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.